سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد ویزای کانادا صحبت کنیم. ویزای کانادا ما اقدام میکنیم برای شما دوستان. امروز میخوایم تمام جزئیاتی که نیاز هست شما بدونید برای گرفتن ویزا رو خدمتتون عرض کنیم. اولین موردی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد ویزای توریستی کاناداست. خب ویزای توریستی کانادا به درد چه افرادی میخوره و چه مدارکی میخواد؟ اولین موضوعی که نیاز هست که بدونید اینه که کسایی که میخوان اقدام کنن برای ویزای کانادا برای افرادی خوبه که قبلا وارد خاک شنگن شدن، یعنی ویزای شنگن دارن و وارد حوزه شنگن شدن و افرادی هستن که کثیر السفر هستن. یعنی اولین موردی که افسر نگاه میکنه برای دادن ویزای توریستی به ایرانی ها این هست که ببینه آیا قبلا وارد حوزه اروپا شدن، آیا ویزای شنگن داشتن و از کدوم کشور بوده و چند بار ورود کردن. پس تراول هیستوری خیلی مهمه برای افسر صدور ویزای کانادا که باید خیلی بهش دقت کنید. افرادی که حالا اگه ویزای شنگن هم ندارن، ویزاهای معتبری که و کشورهایی که ثابت میکنه که شما کثیر السفر هستین، مثل ژاپن، مثل استرالیا، مثل حتی ویزای چین، ویزای روسیه، ویزای سنگاپور. در مورد تراول هیستوری این مطلب باید بدونید که افسر کانادا خیلی دقت میکنه که مطمئن شه که شما واقعا کثیر السفر هستید. یعنی وقتی که افسر به این نتیجه برسه که شما کثیر السفر هستید، تیک مثبت برای شما در مورد تراول هیستوریتون میزنه، حالا چه با 2 تا ویزا چه بیشتر. موضوع بعدی شغل افراده. در اقدام برای ویزای کانادا باید دقت بشه که مدارک شغلی مثبت ارائه بشه. خب این مدارک شامل چه چیزایی میتونه باشه؟ افسر نگاه میکنه ببینه شما در ایران شغل واقعیتون چیه. خب ما خیلی در ایران شغلای متفاوت دارن و غیر قابل اثباته. مثلا فرد با سرمایه‌ای که در اختیار داره بیزینس میکنه، خرید و فروش میکنه. اینجور مشاغل قابل ارائه و قابل اثبات در سفارت کانادا نیستن. چند نوع شغل رو میشود به سفارت کانادا اعلام کرد و مدارک نشون داد و افسر رو قانع کرد که شغل شما در کشور ایران شغل مثبت هست. اولین مورد افرادی که دارای شغل‌های دولتی هستن، یعنی کارمند رسمی دولت هستن در هر بخشی. خب قرارداد کاری با دولت دارن، بیمه دارن، فیش حقوقی دارن و نامه کسب از حقوق میتونن داشته باشن، نامه مرخصی میتونن داشته باشن، حکم کارگزینی میتونن داشته باشن. این شغل‌ها به راحتی قابل اثبات هست در سفارت. موضوع بعد افرادی که تو بخش خصوصی مشغولن. این بخش خصوصی به 2 بخش تقسیم میشه. افرادی که به صورت کارمند تو بخش خصوصی هستن، در شرکت‌های خصوصی در پست‌های مختلف هستن که اونها هم این مدارک رو برای اینکه افسر رو قانع کنن که شغلشون قابل اثباته باید ارائه بدن، مثل فیش حقوقشون، بیمه‌ای که از اون شرکت براشون رد میشه، قرارداد کاری که با اون شرکت دارن. این مدارک باعث این میشه که افسر به این نتیجه برسه که شغل شما واقعیه. مورد بعدی افرادی هستن که خودشون صاحب مشاغل هستن در بخش خصوصی. اینا به 2 نوع میتونن مدرک شغل خودشون رو ارائه بدن. افرادی که دارای جواز کسب هستن، اصناف مختلف، طلا فروشی هستن، دارای هر لوح بهره برداری از شغلی هستن، یعنی دارای جواز کاری از هر صنفی هستن. یا اینکه افراد دارای شرکت هستن. افرادی که دارای شرکت هستن خب یه سری مدارک قطعا دارن دیگه. اولین مدرکی که دارن روزنامه رسمیه که شرکتشون رو ثبت کردن. دومین مدرکی که دارن افرادی که داخل شرکتشون کار میکنن و بیمه هستن، یعنی لیست افراد بیمه شده در شرکتشونه.
و حساب بانکی قطعا شرکتی هم دارن دیگه. این شغل هم برای افسر که داره پرونده شما رو بررسی میکنه قابل اثبات. موضوع بعد، افرادی که یک سری دارایی ها دارن و از این دارایی ها درآمد دارن، که این موضوع خیلی مهمیه. یعنی فرد نه کارمند دولته، نه خودش به عنوان شغل جوازی داره، نه شرکتی داره. این افراد صاحبان املاک هستن، یعنی ملک شخصی، تجاری یا اداری دارن و به صورت رسمی، یعنی با کد پیگیری، قراردادهایی یا دارن با مستاجر و درآمد خودشون از گرفتن این کرایه ها هست. فردی هست مثلا 10 تا ملک داره، اداری، تجاری، جاهای مختلف، و با مستاجرای خودش قراردادهای رسمی داره، نه قراردادهایی که به صورت فقط قولنامه‌ای نوشته میشه در بنگاه، قراردادهایی که ثبت شده باشه و کد پیگیری داشته باشه و میتونه منبع درآمد خودشو و شغل خودشو به عنوان کسی که داره از اجاره اماکنی که در اختیار داره اثبات کنه. مورد بعدی که باید بهش دقت کنید گردش حساب و تمکن مالیه که برای سفارت کانادا نیاز هست که شما یک پرینت 6 ماهه به لاتین به سفارت نشون بدید با تمکن. خب در مورد گردش و تمکن سوالای مختلفی اما پرسیدن که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم باید پرینت حساب شما و گردش حساب شما و تمکن شما با شغل شما همخوانی داشته باشه. یعنی اگه یک کسی صاحب شرکت هست، از 2 حساب پرینت برای سفارت ارائه میکنه، از حساب شرکتش و از حساب شخصی خودش. یعنی اگه شما صاحب شرکت هستین نمیتونید در حساب شخصیتون با مانده 100 میلیون 200 میلیون تمکن بیارید. این قابل اثبات نیست. یعنی یک کسی که یه شرکت داره از دید اونا حداقل باید یه میلیارد داخل حسابش پول داشته باشه. حساب شخصی مدیر عامل عرض میکنم. شرکت هم همینطوره. اگه شما شرکت دارین و داخل اون حساب پولی نیست یا گردشی نیست، این ظن رو برای افسر بررسی کننده مدارک خودتون ایجاد میکنید که شغل شما شغل واقعی نیست. یعنی اون شرکت سوری هستش. افرادی که کارمند هستن در بخش خصوصی دولتی، اونا هم باید یه حداقل موجودی، یعنی پسندازی رو باید داشته باشن که نشون بدن که آقا برای سفر به کانادا توان مالی لازم رو دارن. خب هزینه های کانادا یه هزینه های مشخصیه. شما یه بلیط رفت و برگشت دارین، یه عدد مشخصی رو داره. برای موندن تو کانادا، حالا برای 1 هفته 2 هفته میانگین روزانه به دلار کانادا هزینه‌هاتون تلورانسش مشخصه و باید داخل حسابتون مبلغی باشه که بتونید این تمکن مالی و داشتن توان مالی برای سفر به کانادا رو نشون بدید. این پرینت حساب و شغل تطابق کامل باید با هم داشته باشه. یعنی اگه شما کارمند هستین باید حقوق ماهانه‌تون که وارد حسابتون میشه رو نشون بدید که آقا حقوق من 5/5 4/4 به مبلغ X تومان به حساب من ریخته میشه. داخل اون پرینت معلومه. وقتی که شما توانایی مالیتون رو به افسر نشون بدید و تطابق حساب بانکیتون با شغلتون برای افسر اثبات شه، در مورد تمکن و گردش افسر تیک مثبت رو برای شما میزنن. تا اینجا 2 تا موضوع رو در مورد ویزای کانادا پیش بردیم. یکی مدرک شغلی بود، انواعش رو توضیح دادیم خدمتتون. مورد بعدی که شما نیاز دارید در مدارکتون به سفارت نشون بدین اسناد املاکیه که موجود دارید. این املاک چه اداری باشه، چه تجاری باشه، چه مسکونی باشه، قابل ارائه به سفارت. خب چه کمکی میکنه به شما این مدارک؟ نشون میده که شما لحاظ توانایی مالی در حدی هستید که امکان سفر به کانادا رو دارید و فردی هستید که اینجا املاکی دارید، مستقلاتی دارید، سرمایه‌ای دارید
که افسر رو به این نتیجه میرسونه که شما در بعد به ورود به کانادا به مشکل مالی و هزینه‌ای نمیخورید و مورد مهمتری که برای افسر قابل اثبات می شود این هست که شما با املاک و دارایی هایی که دارید، یعنی در کشور ایران وابستگی مالی دارید و شما بعد سفر به کانادا خاک کانادا رو ترک میکنه و به ایران برمیگرد. افسر کانادا این سه موردی که عرض کردم خدمت شما رو وقتی که براش اثبات بشه به این نتیجه میرسه که به شما ویزا بدهد یا ندهد. این سه مورد رو تو هر قسمت این سه مورد افسر کانادا شک بکنه و شرایط لازم رو برای شما اثبات شده نبینه، ویزای شما رو صادر نمیکنه. پس وقتی که دوستان میخوایم برای ویزای کانادا اقدام کنیم بعد این موارد رو دقت بکنیم. کانادا مورد بعدی در مورد ویزا داره که میخوام امروز خدمتتون توضیح بدم. ویزای دانشجویی. خیلی از افراد برای فرزندانشون یا برای خودشون برای ادامه تحصیل قصد ادامه تحصیل در خارج کشور رو دارن. مورد اول برای افرادی که میخوان فرزندانشون در مقطع لیسانس وارد کانادا شن برای درس خوندن. خب چه مدارکی لازم داره برای اقدام؟ اولین موضوع اینه که فرد در کشور ایران داره دیپلم بشه. برای مقطع لیسانس با داشتن دیپلم میتوانید اقدام بکنید. خب دانشگاه مختلفی در کانادا وجود داره. جزئیات، شهریه‌ها، رتبه دانشگاه در کانادا و در دنیا رو ما در مشاوره ما خدمت شما عرض میکنیم. در علاقه‌ای که دوستان در مقطع کارشناسی دارن مدرک زبانه. خب میتونم این نوید رو به شما بدم که در این مورد دغدغه خاصی نداشته باشید، برای اینکه بیشتر دانشگاه کانادا در مقطع لیسانس برای افرادی که زبانشون در حد ادوانس نیست دوره هایی قبل از شروع کلاس میگذارن. کورس های زبانی وجود داره که یک ترم دو ترم فردی که درخواست ویزای دانشجو در کانادا داده میتونه با برداشتن کورس های زبان خودش رو به سطح آمادگی لازم برای ورود به کلاس برسونه. اما در مقطع ارشد و دکترا یا همون پی اچ دی شما نیاز دارید که مدرک زبان داشته باشید، یا آیلتس یا تافل با نمره‌های مختلف نسبت به دانشگاه‌ها. دانشگاهی هستن با نمره 6 اوورال آیلتس قبول میکنن، دانشگاهی هستن که با نمره 7 آیلتس قبول میکنن که این موارد رو در انتخاب دانشگاه و مقطع‌ها و رشته‌های مختلف در مشاورمون ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. مورد بعدی که در مورد ویزای کانادا میخوایم امروز باهاتون صحبت کنیم، یک سری افراد اقوام درجه یک در کشور کانادا دارن. این افراد میتوانند با گرفتن دعوتنامه از خانوادهشون برای ویزای کانادا اقدام کنند. خب چه مدارکی نیاز داره؟ اصولا در گرفتن ویزای دیدار اقوام با دعوتنامه‌ای که شما دوستان از اقوامتون میگیرید دیگه افسر به مواردی که در ویزای توریستی خدمتتون عرض کردم، یعنی مدارک شغلی، مالی و ملکی، توجه کمتری میکنه. یعنی بیشترین فوکوس افسر برای دادن ویزا به شما به دو مورد بیشتر توجه نمیکنه. مورد اول، فردی که اونجا داره زندگی میکنه چقدر مالیات میده، شغلش چیه، که تو فرم دعوتنامه‌ای که فرد از کانادا میفرسته قبلش همه اینا بررسی شده. مورد دوم، ارتباط شما با اون فرده، یعنی اون فرد پدر شماست، مادر شماست، خواهر برادر شماست، اقوام درجه یک شماست. یعنی شما باید بتونید اثبات کنید با مدارکی که دارید که رابطه خانوادگی شما با اون فرد چی هستش. وقتی که اثبات بشه، خب اثبات شدنش هم خیلی کار راحتیه دیگه. یعنی شما مثلا اگه خواهرتون داخل کانادا هست برای شما میخواد دعوتنامه بفرسته، با شناسنامه‌تون و شناسنامه پدر مادرتون این مورد رو به راحتی اثبات میکنید. خب این سه نوع ویزا رو که امروز خدمتتون توضیح دادیم انواع ویزاهای کانادا برای ورود به کشور کانادا هستن. خب ویزاهای مختلف دیگه هم وجود داره.
ویزای سرمایه گذاری، ویزاهای استارتاپی در کانادا وجود داره که مباحث خیلی طولانی تر و وقتگیرتریه. این سه نوع ویزایی که خدمتتون عرض کردم ویزاهایی هست که در ایران متقاضی خیلی زیادی داره. ما در مجموعه تنین این قول رو به شما میدیم که هر گونه سوالی در مورد این سه نوع ویزا داشته باشید به صورت کامل به شما پاسخ بدیم و هر کمکی که بتوانیم برای این که شما ویزا بشه و وارد خاک کانادا شوید به شما انجام بدیم. ممنون از شما که صحبت‌های منو گوش کردین. باز در ویدیوهای بعد سوال‌های بیشتر شما رو پاسخ خواهیم داد و ارتباط خودمون رو با شما حفظ خواهیم کرد. ممنون از شما.